یه شهری رسیدیم به نام ماناوس در دل جنگل، در دلتای آمازون. ببینید روستا آمازون، رودخانه آمازون دریاست در حقیقت. با این معیارهای رودخانه‌ای که ما داریم و کشورهای دیگه دارن، تیمز و سن و غیره، رودخانه آمازون یه دریاست. منتها این دریا دو شاخه داره. یه شاخش از ونزوئلا، از داخل جنگل‌های بارانی یا همون لغت انگلیسیش من میگم رین فارست، چون از کامپوزیت درخت‌ها داره این آب استفاده میکنه، سیاهه. به همین دلیل اسمش از ریونرو. این ریونرو رو داشته باشید. حالا از کوههای آند پرو، کوههای آند، یک آب گلالودی داره حرکت میکنه مثل شیر کاکائوه. این دو تا آب میان به هم دیگه چیکار میکنن؟ میسن یکی از مناظر بدیع خلقت رو به وجود میاره. چرا که این دو تا آب باید یه رنگ بشن و وارد بلن بشن، به اقیانوس اطلس جنوبی بخوام بریزن. بنابراین در این دلتا یه شهری هست به نام ماناوس. بله. در این دلتا، در مرکز این دلتا، بومی‌های اصیل آمازون میان هدیه‌های آنچه که دستساز خودشون هستش، هنرهای دستشون رو اونجا چیکار میکنن؟ به توریستا میفروشن. خب یک خانم کهنسال، واقعا کهنسال، که ترکیبی است از پوست و استخوان و عشق و فلسفه و هر چی که شما میخواید بگید، اونجا میاد یه دونه از این گردن آویزهای دستباز خودشو میندازه گردن من. ما در اینجا از این خانم من میخوام یه هدیه‌ای، حالا دیگه بودو برآورد خودم که اصلا ناقابل باشه در مقابل این بدم، اصلا قبول نمیکنه. و میدونی که اینها زبان پرتغالی با لهجه آمازون صحبت میکنن. اصرار میکنه نه، من هیچ از ایشون نمیخوام. بعد میپرسن خب پس این هدیه که من دادی برای چی به من هدیه دادی؟ میگم برای تو خوشبختی میاره. میگم برای من خوشبختی میاره. من میگم که پس من میخوام پولدار بشم. خیلی محکم میگه نه، پولدار شدن که خوشبختی نیست. میگم همچین ساختمونی، هر چی من میگم نه. بعد میگه که خوشبختی آن است که در مسیر زندگی آدم انسانهای خوب قرار بگیرید. شما همسایه خوب داشته باشید، معلم خوب داشته باشید، بچه خوب، همسر خوب، اینا نعمتهای خداوند هستن که در مسیر زندگی آدم قرار میگیرن.